خوش اومد به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطوری میتونید ماینکرافت رو به صورت آنلاین با رفیقاتون یا دوستاتون بازی کنید. شما اول میایید داخل سایت اترنوس و اولین سایت رو انتخاب میکنید. شما اینجا پلی رو میزنید و باید اکانت بسازید که من از قبل اکانت داشتم. اکانت ساختنش هم اینجوریه که باید یه دونه فکر کنم جیمیل با رمز و یه دونه نیم کاربری بزنید که الان برای ساخت سرور میاد این دکمه کریت رو میزنید و داخل این صفحه میاد کریت رو دوباره میزنید و میرش توی این صفحه. تو این صفحه شما چی کار میتونید بکنید؟ این یه دکمه اینجاست، دکمه سبز، اونو میزنید و اینجا میتونید ورژنتون رو انتخاب کنید که من میذارم روی 1.20 و روی این اینستال رو میزنید و صبر میکنید. خب یه بک میدید و الان این الکیه باگ خورده. اینجا یه دکمه اینجا هست که زده آپدیت خودکار، اونو باید غیر فعالش کنید. من الان دستم نمیرسه این برای خود فکر کنم، به خاطر اون نمیتونم چیزش کنم. این نیم سرور شماست که اینجا هم هست و شما میتونید از اینجا اگه میخواید میتونید چیز میزاش رو دستکاری کنید، حالا مود بریزید یا هر چی. داخل اینجا میتونید ایزی و هارد و اینا داره، اسلات سرور هم داره که حالا من میذارم روی مثلا 2 نفر. هرچی پایین تر باشه لگیتون کمتره و اینم بزنیم که سلکت سروایول هاردکور اینا مدلاش داره، لیست سفید که نه. و اینجا گزینه کرکد رو بزنید تا سرورتون فعال شه، آنلاین شه. و اینجا که چیزی خاصی نداره فعلا، میایم عقب، این گزینه استارت رو میزنید و میرید وارد سرور میشید. تا آموزش های دیگه، خدا نگهدار.